بابتش از خودم هم پشیمونم، چه برسه که از بقیه استراتژی و نقشه کشیات و اینجور چیزا رو هم داشتی با اونا. گویا من هرچی بیشتر سکوت میکنم. همراهان وفادار، درود بر شما. اوضاع بچه‌های عشق خبری بعد از قسمت 60 یعنی فینال سوم بدجوری ریخته به هم. یعنی یه جوری دارن بر علیه هم میزنن که انگار نه انگار این برنامه قرار بوده مایه تفریح مردم باشه، نه یه درامای دارک. اگر قسمت 60 رو ندیدین حواستون باشه، این ویدیو حاوی اسپویل هست. قسمت 60 به اون شکلی که هممون دیدیم به طرز بسیار عجیبی دانیال رو جدا از الهه حذف کردن و خب ادعا می‌کردن قصدی از این کار نداشتیم. ولی خب همونطور که هممون دیدیم سودا به صورت واضح قبل از فینال پیشنهاد این کار رو به بقیه بچه‌ها داده بود و راجع بهش خوب فکر کرده بودن. بگذاریم. داستان اینه که بیننده ها با دیدن قسمت 60 خونشون به جوش اومد و یه تعداد از افرادی که میگن فن نگار هستن و تو گروه اختصاصی ساره یعنی ادمین نگار حضور دارن، گویا شماره تعدادی از بچه ها یعنی سودا و ماهرخ و طناز رو قرار میدن و متاسفانه برنامه این بوده که برن تو تلگرام این افراد و بهشون حمله مجازی بکنن، چیزی که تو تصاویر براتون قرار دادم. بعد اینکه این اتفاق میفته و سودا مورد حمله مجازی چند نفر قرار میگیره، این استوری ها رو منتشر میکنه و نگار رو مقصر اصلی این داستان معرفی میکنه. بخونیم استوری هاش رو با هم. سودا نوشته که امروز به طور قانونی شکایت میکنم. هرچی پشت پرده پدر ما رو در آوردن بس نبود. الانم خجالت نمیکشن. شماها از هیچی خبر ندارید. هیچی. همه چیزهای پشت پرده رو هم رو میکنم. تو استوری بعد نوشته به قول یه نوشته دشمنم اگر میخواید باشید دشمن با شکوهی باشید. یه لیمیتی برای دشمنیتون بذارید. تجاوز به حریم شخصی بعد از برنامه واقعا برام غیر قابل پذیرشه. مثل اینکه هرچه رازها رو افشا نمی‌کنیم و بزرگی میکنیم و سکوت میکنیم داره به ضررمون تموم میشه. من تا امروز به احترام یک سری افراد سکوت کردم و یک سری حقایق رو نگفتم که همون افراد به هم ضربه زدن. دیگه بعد از این سکوتی وجود نداره. و دوما این که من به طور قانونی از هر کسی که به حریم زندگی من تجاوز کرده شکایت میکنم. شماره و آدرس پخش کردن که کاری نداره، ما همه مشخصات همو داریم، اما اینا خلاف قانونه و من امروز خیلی کار دارم. فنای نگار فکر کردید خیلی زرنگید، فکر کردید به من ضربه زدید. تک تک مسیجای شما به من بر علیه نگار تو دادگاه قرار استفاده بشه. شما نگار رو به جرم بزرگی انداختید. به خاطر یک کانال تلگرام و 4 تا فن پیج گند بزنی به آبروی یکی؟ نه دیگه نمیشه. نباید کانال میزدی. حالا اشتباه کردی. من درستش میکنم. و در ادامه هم نوشته امروز به اندازه کافی معذرت خواهی شنیدم، هم از نگار هم از مریم. منتها من به معذرت خواهی نیازی ندارم. مسخره بازی های مجازیشون رو میخوام جمع کنم. در واقع بساط بازیاشون رو میخوام جمع کنم. به خودش هم گفتم جمع کنه اون کانال تلگرام شخ میشه وگرنه اوضاع خیلی خرابتر میشه. سودا در آخرم تاکید کرده من همون دختریم که برای دکتری که مادرم رو کشت 2 سال حبس گرفتم. پارودم بد کسی گذاشتید. کانال تلگرام زدی ازت تعریف کنم، به و چهچه بکنن، هیچی نگفتیم. به ما کیلویی هیت دادی، هیچی نگفتیم. اما وقتی نمیتونی کنترلش بکنی و حریم شخصی من رو به خطر میندازی کانالت رو میبندم، خودت رو هم همینطور. و نگار در دفاع از خودش اعلام میکنه که اولا شماره سودا رو به اشتباه قبلا خانم مریم تهمتن تو استوریش منتشر کرده بود و خیلیا از اونجا شماره‌اش رو دارن. ثانیا اینکه شماره ماهرخ رو هم خودش تو قسمت تبلیغات برای پیجش قرار داده و همه میتونن ببیننش. استوریای نگار رو ببینیم و همینطور پاسخ ساره یعنی ادمین نگار به ماهرخ رو. نگار در واکنش به استوری های سودا نوشته من از همینجا اعلام میکنم اگر من خلافکارم شکایت کنید از من. مدرک هست، شماره یکی دیگه استوری کرده، مردم هم برداشتن. مقصر ویز مگس هم منم گویا. جمع کنید بابا تو رو خدا، حالم دیگه به هم میخوره. و نگار در پاسخ به ماهرخ نوشته قبل از اینکه کسی رو به کاری متهم کنی لطفاً یکم فکر کن و با خودت 2 تا 4 تا کن. شما خودت شمارت رو توی بخش بایو اینستاگرامت گذاشتی، حالا ادعا میکنی من پخشش کردم. خوشبختانه مردم خودشون قضاوت میکنن و واقعیت همیشه خودش رو نشون میده. خواهش میکنم دیگه اسم خانواده منو وارد بحثات نکن. برخلاف چیزی که شاید برات عادی باشه، خانواده برای من ارزشمنده و ما ازشون تربیت و احترام یاد گرفتیم، پس حد و مرزت رو رعایت کن. من هرچی بیشتر سکوت میکنم
بدتر میشه. یه جا انگار باید دستی رو محکم بکشم. من از دیشب ساعت 3:30 صبح منو زنگ زدن بیدار کردن. این حریم خصوصی و شخصی من نیستا. من بادا اینجوری فکر کنید. نه، این زباله است. هر کس میتونه بیاد دست بزنه، خراب کنه، پا بزنه، مشکلی نیست. من ساعت 3:30 بیدار شدم، الانم ساعت 8:30 صبح تا 6 نتونستم بخوابم. الان باید پاشم برم بدو به کارم برسم. فدای یه تار ماهاتون، مشکلی نیست. خم به ابرو نیاوردم، طوری نیست. شما که عادت دارین دست به اسکرین رکوردین، حرفای دیروز منو خب بذارید. دیروز به من زنگ زدن که شماره ما رو تو پخش کردی. گفتم آقا پدرت خوب مادرت خوب، ساعت 3:30 صبح من خوابم. چه شماره ای؟ حالا وایست. فوش های رکیکی که خودشون میدونن چی ها گفتن، یعنی خودشون میدونن چی ها گفتن و من و ساره سکوت کردیم. به من و ساره دادن. که شما شماره ما رو گذاشتین توی تلگرام، که همونجوری که داشتیم صحبت میکردیم گندش در اومد یکی دیگه شماره رو به اشتباه استوری کرده. مردمم برداشتن اسکرین شات گرفتن آوردن گذاشتن توی کانال که این شماره فلان خانومه، که ادمین ها بلا فاصله بند میکنن اون کسی که این شماره رو فرستاده. اما مقصرش باز کیه؟ باز منم. مقصر کسی نیست که اول استوری کرده به اشتباه. بس کنید تو رو خدا. اگر واقعا میدونی شکایتت به جایی میرسه، نامردی اگر شکایت نکنی. چون من خسته شدم از این تهدیدای هر روزتون به من. بچه این حشمت اومده استوری گذاشته که دارن شماره منو پخش میکنن. بابا اسکول پلشت، شماره تو خودت گذاشتی تو پیج تبلیغات تو بایوت. عزیز من چقدر شما پلشتید. بچه اینا دنبال ویوان. ازتون خواهش میکنم یک ذره اگر به خودتون ارزش قائلی، چون اینا به شعور مخاطب دارن توهین میکنن، اینا رو بزنید بلاک کنید، ریپورت کنید. چقدر این اسکوله، چقدر این پلشته. ای بابا. آقا حشمت جان خودت گذاشتی شماره رو، حداقل برو قبلشونو پاک کن بعد بیا استوری بذار. ای عجب آدمایی. وای وای وای. نگار، شماره همه ماها رو تو و ادمین احمق تر از خودت گذاشته توی گروه ها و اسکرین شاتاش هست و پیامایی هم که اونجا دارید پلن میچینید که واسه ما دردسر درست کنید، داستان درست کنید، یا بریزن تو پیجای ما یا بخوام به ما هیت بدن هست. منتظر یه فیدبک جذاب از سمت خود من شخصا باش. اوکی؟ میای با پرستو ساله ویدیو میگیری که آره با هم دیگه کاری نداشته باشیم، یه فیلم بازی کردیم فلان و بسار. همه ی فتنه ها و شر از زیر سر تو داره بلند میشه. کسی به کار کسی کاری نداره. واسه چی توی گروه ها همچین چرت و پرتایی مینویسی؟ داری میسوزی؟ داری میمیری؟ کارا رو که همه میشناسن. ادمین شما هستش خانم نگار و تو گروه شما شماره من پخش شده. به اشتباه یه نفر اومده شماره گذاشته، لابد به اشتباه اسم منم اونجوری نوشته. اون چیزی که داری میگی لایق خودت و خانوادته. خب حالا بشنویم از صحبت‌های عجیب و جدید امیرحسین بعد از قسمت 60 و اعترافش از اینکه چرا سیاوش رو حذف نکرده. در ادامه امیرحسین نسبت به اتفاقای امروز نگار هم واکنش نشون داد و نگار رو محکوم کرد. توی برنامه خیلی جاها ازت دفاع کردم و الان که دارم نگاه میکنم میبینم که اشتباه کردم و بابتش از خودم هم پشیمونم، چه برسه که از بقیه بچه ها. ولی خواستم بهت بگم که خودتو داری بی کس نشون میدی، بی تیم نشون میدی جلو دوربینا، در حالی که تو پشت صحنه کاراتو میکردی. حتی به جز بچه‌هایی که توی نقش عشق ابدی بازی کردن داشتی با بچه‌های فنی هم صحبت میکردی، حتی استراتژی و نقشه کشیاتو اینجور چیزا رو هم داشتی با اونا مطرح میکردی. ما خیلی چیزا رو میدیدیم، شاید به روتون نمی آوردیم، ولی تو بیشتر از اینکه تایم رو با پارتنرت میگذروندی با بچهای تدارکات میگذروندی که ببینی که چیکار کنی بهتره، چیکار نکنی بهتره، خطاتو از اون ور بگیری. اتاق فکری داشتی بالاخره خود، پس نیا برگرد جلوی دوربین مظلوم نمایی کنی بگی که من بی تیم و بی کس بودم. خواستم بهت بگم اشتباه کردم. یه سری جاها تو من گفتی تو آدم عادلی هستی، اصلا دوست ندارم عادل بودن یا این
سمت تو داشته باشم، به خاطر اینکه تو واقعا نقش بازی کردی و الان هم داری با یه تیمی که خودت جلو وایسادی خودتو بیگناه نشون میدی، یه لباس سفید پوشیدی بیگناه داری نشون میدی و هیچ کاری نمیکنی، ولی پشت صحنه داری خط و راپورت به همه میدی، یه تیم پشتیبانی داری، فقط 4 تا ستاره اینجات کمه که بذاری یه پایگاه نظامی هم افتتاح کنی، در حالی که داری نقشه‌هاتو میکشی، اینو بد کنی اونو بد کنی، ولی خودت آروم جلو دوربین میشینی میگید بچه‌ها ببین من هیچ کاری نمیکنم و بس کن این کاراتو، این مسخره بازیاتو بس کن. به نظرم تهش جای خوبی نداره، کلا 30-40 قسمت بیشتر نمونده، تحمل کن بذار تمومش بره. اینکه مسخره بازیاتو ادامه بدی قشنگ نیست. به هر نحوی دوست داری دیده بشی دیده بشو، ولی از همینجا خواستم بهت بگم من شما رو آنفالو کردم، چرا که اصلا دایره ارتباطاتم با همچین آدمای قفله. بذار ببینم دیگه بچهای نزدیکیا هستن، در مورد برنامه کسی نیست. خب در مورد فینال اتفاقی که افتاد، اول از همه دوست دارم ازتون بابت اینکه این اتفاق افتاد اگه ناراحت شدین معذرت خواهی کنم، چرا که ما هم تو اون جو یا تو اون بازی که گیر افتاده بودیم. باز هم قبل هر چیز میخوام بهتون بگم که من داخل هیچ سایدی بازی نکردم، خب، و باز هم قبول نمیکنم اگه کسی میگه به من تیم کش و اینا، چون هم الان خارج از برنامه یه سری از این ور دارن به من میزنن، یه سری از این ور دارن بهم میزنن و من خیلی دارم سکوت میکنم. از تمام گروه‌های تلگرامی و واتساپی که هر گروهی که بوده من لفت دادم و عضو هیچ کدوم از این گروه‌ها نیستم و گروهک‌ها نیستم، جزو هیچ حزبی هم نیستم. میخوام اینو بهتون بگم توی برنامه هم تا اونجایی که عقل و شعور خودم میگفتش اگه عقل ناقصی جسم چی میگن ناقصی داریم و اینا، صحبتایی که کردیم نسبت به هر چیزی دیگه عقل و منطق ما هم تا اونجا اینقدر جواب میداد دیگه. شما زیاد انتظار نداشته باشید، ما از خودمون انتظار نداریم، شما هم از ما انتظار نداشته باشید. انتخابی که شد در مورد کاپل ها و سینگل ها، به شخصه اگه برمیگشتم به عقب، اولین انتخابم بهار و دومین انتخابم سیاوش بود اگه الان برمیگشتم به عقب. و خلاصه که آقای علی ونوس در مورد بچهای دیگه لطفاً در مورد کارگردان، بچهای پشت صحنه لطفاً یکم ادب داشته باش. خانواده کننده فوش میدین یا به بچه‌هاشون فوش میدین اصلا قشنگ نیست، شاید یه روزی خودت هم درگیرش بشی. خلاصه در مورد حذفی اگه الان برمیگشتیم به عقب یا همین الان میتونستیم رأی بدیم، حتما اولین نفری که حذف می‌کردم سیاوش و دومین نفر بهار بود. و اگه قرار بود اینا رو حذف نکنم حتما یه کاپل رو حذف می‌کردم. جدای از هر چیزی که شما خودتون هم دیدین، همتون بلا استثنا فکر میکنم دیدین که هی بهار داشت میگفتش که من میخوام برم بیرون، خیلی اشتیاق داشت و فلان و بسار اینا دیگه. خب دوستان 3 هفته گذشته از برنامه، فکر نمی کنم قرار باشه هی نفرات جدید بخوام بیان تو و خیلی اتفاقات دیگه بخواد بیفته و خیلی شانس بخوایم بر کسی بدیم. ولی من این اشتباه رو قبول دارم، به شخص دارم از خودم از طرف امیرحسین صحبت میکنم، در مورد هیچ تیم و گروهی صحبت نمی کنم. من از همینجا معذرت میخوام، اشتباه کردم، چرا که من باید اول از همه بهار و سیاوش رو حذف میکردم اگه قرار بود که حذف بکنم درست. و این حرف اول. و اونجا که الهه و دانیال حذف شد، دانیال حذف شد رفت بالا، خواستم برم بالا و کارگردان اجازه نداد برم بالا. حالا درست مثلا نگار و یکی دو تا دیگه بچه‌ها فکر کنم رفتم بالا، ولی من که رفتم بالا به من اجازه ندادن، گفتن که شاید احتمال درگیری داشته باشی چون دانیال الان خیلی عصبانیه، برو پایین. و من به خاطر همین رفتم بالا که حداقل یکم آرومش کرده باشم و یکی باشه حداقل برای بدرقه کردن اینا. خب و رفتم بالا، همون لحظه که رسیدم به پله‌های بالا کارگردان من گفت برو پایین، اصلا اجازه به من نداد که برسم بالا. و فکر نکنید که ما همه نشسته بودیم پایین یا دوست داشتیم که اونا تو تنهایی خودشون باشن و اینا، ولی حالا در حالتی که اتفاقاتی توی اتاقمون افتاده بود، حالا کمدمون مثلا لگد خورده بود، وسایل من افتاده بود، مثلا یه عطر من شکسته بود، اینا اصلا مهم نیست، نمیپردازیم بهشون. حالا میگیم عصبانی بوده دانیال جان یا هر کسی دیگه که این کار کرده، حالا گویا میگن که بهارم اومده بود بالا تختو خراب کرده و تختو به هم ریخته بود از عصبانیت و اینا. من نبودم، نمیتونم اتهام بزنم، ولی حداقل چون تخت من کنار دانیال بود از این من مطمئنم، چون هر لحظه‌ای که آماده میشدیم میرفتیم بالا، حالا اسپری و
میزدیم میرفتیم پایین این اتفاق افتاده بود و من حترم شکسته بود. خلاص میخوام بهتون بگم ما باز هم برای دلجویی یا بدرقه کردن رفتیم، ولی خب به ما اجازه ندادن چون احتمال درگیری رو داشتن. فکر نکنید ما پایین داشتیم میگفتیم و میخندیدیم و خنده ما هم فکر میکنم از جای شروع شد که خود دانیال، حالا باز خیلی ها نخندیدن، دانیال شروع کرد به تهدید کردن که آره نمیذارم تو استانبول آب خوش تو گلتون باشه و نمیدونم این حرفا و نمیدونم زندگی خوبی داشته باشه. خیلی این تهدیدایی کردش. حالا ما هم گفتیم بابا این بنده خدا میخواستش همونطور که معبود یه تایم ترانه رو میخواست آروم کنه، فوش خار و مادر و اینا نثار بچه ها میکرد یا خود ما میکرد، سر همین قضیه گفتیم خب داره در جهت آرومی کردن الهه صحبت میکنه، بچه ها زیاد جدی نگیریم. سر همین قضیه بود. الانم باز میگم اگه تو این شرایط جرأت کردم یا جسارتش کردم که اومدم بالا لایک گذاشتم شما خیلی راحت بخواید به من بی‌احترامی کنید، صرفا به خاطر این بود که یک بار یه حرفی رو زده بودم، گفتم اگه جایی بدونم اشتباه کرده باشم جسارت اینو دارم که میام ازتون معذرت خواهی میکنم و این همون لحظه‌ای بود که من اومدم الان معذرت خواهی کردم به خاطر اینکه نتونستم اون انتخاب درست و عدالت رو اجرا کنم. خیلی مخلصم. بخوام همه بزنم. بله من 4 تا ویدیو یوتیوب درست کردم که میخواستم بذارم ولی هر سری میگم که بیخیال در حالی که شما شاید 30% از واقعیت هم تا حالا نمیدونید، 70% از واقعیت رو نمیدونید. شما چیزا رو واقعا اگه بخوام بهتون بگم، مثلا اگه بهتون بگم الهه و دانیال با هم بسته بودن وارد این برنامه شدن، شما باور میکنید؟ یک کلام آره یا نه برام مینویسین. الان خیلیاتون اصلا میگید نه این دوتا با هم مچ نبودن با هم. پس من یه دونه ویدیو یوتیوب میذارم فردایی، حالا یا پس فردایی ببینیم که این دوتا با هم هماهنگ کرده بودن بیان تو برنامه یا نه. نمول کردید شما هم بسته بودی شاهین و بقیه. من والا هیچ کدوم از بچه ها رو تو اونجا حتی نمیشناختم، حتی نه توی اینستاگرام اکسپلورم بگم مثلا فلانی رو میشنیدم، نه هیچی. خدا رو شکر. حتی من تو چند روز پیشم هم لایو هم گفتم من پارتنر خودم اسم واقعیش هم نمیدونستم چی بودش. شاهین با کارگردان آشنا بود. نه شاهین ببین اینجا یه آژانسایی هست، یه سری بازیگر معرفی میکنن، یه سری مدل انتخاب میکنن پیدا میکنن برای کسایی که میخوان موزیک ویدیو درست کنن. اگه دقت کرده باشین اکثر موزیک ویدیوهایی که داره ساخته میشه از خواننده های خارجی تو استانبوله. مثلا منصور میاد، حالا بعضی اوقات مثلا چه میدونم هایده خدا بیامرز میومد، شراره میاد، شهره میاد، هر کسی که میومد استانبول شروع میکنن، شهاب تیام میاد اینجا شروع میکنن مثلا موزیک ویدیو، چون که هزینه‌اش کمتر میشه از آمریکا درست کردن. به خاطر همین بازیگرا یا مدلایی که میارن رقصنده ها رو از اینجا جمع میکنن. پس کی اینا رو جمع میکنه؟ یه سری از آژانس‌ها جمع میکنن که شاهین هم تو اون آژانس کار می‌کرد یا میشناخته یه سری‌ها. به خاطر همین آشناییت داشته مثلا با ماهروخ و الهه و دانیال و سودا و اینا آشناییتشون. از من میگم اشتباه کردم، قبولم دارم. اگه برمیگشتیم به عقب دقیقاً رأی اولم به حذف سیاوش بود. چرا الان بازی در میاره و فوش میده؟ احترام کجا رفته؟ احترام خب داره خودشو خالی میکنه. حالا بی احترامی کرده ایبی نداره. من مشکلی با بی احترامیش توی برنامه اینا که حالا ما ندیدیم خیلیاشو، ولی خب خیلی نقش هست دیگه. شما مثلا باید یه سری چیزا رو بدونی دیگه. بعد از 30 روز 20 روز ما خیلی چیزا دستمون اومد. طرفی که ناراحت میشه بعد میره اون ته آلاچی اون ته میشینه. دیدید که من قبلش گفتم خب اینا الان میدونن قراره پخش بشه، پا میشن میرن اون ته شروع میکنن به بحث کردن و نمیدونم کردن که بیافتن رو تلویزیون ما ببینیمشون. یعنی یه سری چیزای مسخره‌ای بود که همش فقط برای شو کردن و شوآپ شدن و خودشونو بیشتر نشون دادن تو دوربینه انجام میشد دیگه. حالا خیلی نجات پرستید. والا من در مورد دانیال تا حالا یه دفعه هم نگفته بودم، ولی خب دیگه حالا شاید تو برنامه یه جایی دستم در رفته باشه، ولی خارج از برنامه هیچ وقت نگفتم. حالا چی داشتن خیلی کات خوردش، خیلی کمشو گذاشتن که نگار هی داشت میگفت خب بهش بگو ادامه بده، مثلا خودتو خالی کن، در حالی که این بگوها به نظرم تشویق کردن بود برای اینکه الهه خودشو تخریب بکنه تا اینکه بخواد خودشو خالی بکنه. به نظر من والا همه با هم بسته بودن دیگه. اصلا دقت بکنید من الان بعد از برنامه با هیچ کسی در ارتباط نیستم. فکر میکنم تنها کسی که باش در ارتباطم بعد از این برنامه فقط زهرا، فقط زهرا. و بابت اینکه خب خیلی چیزا برام رو شده، خیلی چیزا رو فهمیدم که چه کسایی با چه کاراکتری با چه نقشه‌هایی اومدن داخل برنامه فیلم بازی کردن، با فهم و شعور منی که داخل اون برنامه بودم و الان دارم با بیننده این برنامه هستم میبینم بازی شده. و اصلا دوست ندارم با کسانی که این کارا رو کردن در ارتباط باشم واقعا.
شاید به زودی زود هم خیلی کارهای دیگه هم کردیم. الان میگم به خاطر 4-5 تا ویدیوی خوب دارم بذارم، مثل ویدیویی که من میلاد درست کردم آماده است، ولی شماها خیلیاتون نمیخواید قبول بکنید واقعیت چی بوده. و اگه من بخوام یه چیزی رو بگم صرفا بخاطر اینکه حرفای حرف الان زدم، الان اشتباه کردم، باز معذرت کردم، شاید یه روزی این کارو کردم، ولی نباید دیر بشه، چون اگه دیر بشه فایده نداره. هی خدا خستم. واقعیت قضیه اگه برمیگشتم توی برنامه خیلی از این کارهایی که شاید انجام دادم، مثلا سکوت زیادی رو انجام نمیدادم یا بیشتر ابراز نظراتمو میکردم و خیلی جاها هم دیدین که حالا شاید طرف حقو گرفته باشم یا عادل باشم، ولی بیشتر اوقات بیشتر سکوت کردم. اگه برمیگشتم برام این کار نمیکردم و دقیقاً تو فینال دوم که دوست داشتم علی بمونه و سیاوش حذف بشه، این هفته یعنی هفته سوم دوست داشتم سیاوش کامل حذف بشه. معذرت میخوام بابت این اتفاقی که افتاد، امیدوارم که به دل نگیرید. حداقل جالبه که برام هیچکی از بچه‌ها الان چیزی در مورد فینال نمیذاره، کسی نمیاد لایو بذاره یه صحبتی بکنه، چون فکر می‌کنم چون فوشخور الان ملسه تایم خوبی نیست که حداقل الان رفتن تو سنگرشون قایم شدن. اون موقعی که پیامای خوب میگیرید الان هم خب بیاید توهینای خوبم بگیرید دیگه، چرا قایم میشید؟ بعد میگم امیر با تناز هم بعد برنامه تو ارتباطی. ببین منو فکر می‌کنم تناز و شاهین تناز که من یه جا زندگی می‌کنم توی یه محله یه جورایی و اکثر اوقات تصادفی هم دیگه می‌بینیم، یا تو باشگاه یا حالا تو مرکز خرید و اینا. وگرنه اینجوری نیست که با هم بخوایم قول و قراری بذاریم همدیگه رو ببینیم. فکر کنم آخرین باری که قول و قرار گذاشتیم همدیگه رو دیدیم برمیگشت فکر کنم به 4 هفته پیش فکر کنم. اونم برای یه دونه فکر کنم تولد شاهین بود اگه رفته اشتباه نکنم، برای تولد شاهین تایی که می‌کرده قرار محبوب بشه منفور شده. این برای من خیلی جالب بود. همه تو اونجا که بودن میگفتن که وای قرار این اتفاق بیفته، وای قرار این اتفاق بشه، دیده بشن. همه اینا مردم اینا رو میبینن، 60 میلیون آدم اینا رو میبینه. تو رو خدا جوری رفتار نکنید خودتون بده بشین و اینا. ولی الان فکر کنم بده کسای دیگه شدن خیلیشون، ولی که واقعیت‌ها رو باز شماها نمیدونید. واقعیت چیزای دیگه است که شما نمیدونید. امیر در شأن تو نیست، با مهراد هم کلام میشید. من که نشدم آخه. یه سری خب میان هی تهدید میکنن، هی حرف میزنن. والا ما حرف برای زدن بیشتر داریم ولی هی سکوت میکنیم. دیدی علی خدا بیامرز قبل حذفیاتش یه حرفی زده بود، میگفت از آن نترس که های و هوی داره، از آن بترس که سر به زیر است. علی با اون تیکه کلمه‌های همیشگیش میترکوند. من دقیقاً آرومم، سرم پایینه، چیزی نمیگم، ولی خیلی این آروم بودن منو سکوتم میذارم به حساب سادگی. چیز دیگه میگم بزنم به حساب سادگی. ولی خب اگه قرار حرفی زده بشه من قرار نیست ساکت بمونم که عزیزم. تولدم سودا بود. خب من همه رو دعوت کرده بودم. من تا پشت صحنه اونجا رو دعوت کرده بودم، دوستانی که حتی خیلی ایران بودن هم دعوت کردم که بیان. یعنی اصلا اینجوری پدرکشتگی که نداشتیم که بگیم کسی نیاد و اینا. ولی خب به خاطر اصرارهای بیش از حد بعضیا میگفتن که سعی کنیم مثلا به خاطر جذابیت و اسپویل نشدن برنامه فکر کنن که رابطه ما مونده، وگرنه ما خیلی وقت از هم جدا شدیم. بگیم ما که مخاطبی روشن شه. خب اگه ببین متوجه میشه ما زودتر از این جدا شده بودیم، شاید یکم شیرینیه یا اون کنجکاوی برنامه رو کمتر میشد براتون دیگه. چون من الان این پیامو خیلی دارم که خیلیاتون میگید که مثلا وای حیف شد این اتفاق افتاد، چرا اینجوری کردین، صبر می‌کنید حداقل برنامه تموم شد بعد اعلام می‌کردین. ولی خب خیلی هم اینجوری فکر نمی‌کنن دیگه. اینا فکر کنم توی لایو 2 روز پیشم گفتم، ولی خیلی کوچیک. الان خیلی جالب‌تر شد که بهتون میگم. من توی لایو یوتیوب، من توی یوتیوب فکر می‌کنم یه تیکه برگشتم گفتم این هفته کسی قراره حذف بشه که داخل اسمش الفه. داخل اسم همه الفه. و کارگردان از من شکایت کرده به خاطر همین حرف که من افشا کردم. و این حرفا رو کی برده بهشون رسونده و چه جوری برده رسونده؟ یه سری از بچه‌ای هستن که همین ما میشناسیمشون و اون موششون رو کردن تو سوراخ ما، ولکن نیستن. هر جا میریم دوربین در میارن، ویدیو میگیرن از ما، اینا بابا بکش از ما بیرون دختر، پسر عزیزم، دورت بگردم. ما هیچی نمیگیم، ای فکر نکنید به خود دیگه. سر تو کار خودت بشه دیگه. بعد من نمیدونم آخه جالبه موقع بریم مثلا میگه الف، خب من اسم خودم با الف اصلا شروع میشه. امیر، سودا، ماهرخ، تناز، شاهین، مهراد. فقط محمود الف نه.